همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. بعضی از وکیلان زن پارلمان امسال توسط روابط نامشروع و غیر اخلاقی که با بلندپایه‌های حکومت داشتند وارد زنانی که با روابط نامشروع حتی با 500 یا 600 رای به پارلمان راه یافتند. جنرال احمدزی مشاور ارشد پیشین رئیس جمهور غنی میگوید در ارگ به گونه سیستماتیک جهت ترویج فحشا کار صورت میگیرد. ما از کابل وکیلان زنی داریم که با 500 تا 600 رای کامیاب شدند. مریم سلیمان خیل، کسی که در آمریکا آرایشگری میکرد، حال در چوکی پارلمان نشسته است. حشمت غنی برادر رئیس جمهور غنی میگوید وی با 500 رای وارد پارلمان شده است. یکی دیگر از میز آرایش به نام مریم سلیمان خیل با وکلانش برادراندر پدرکلان رئیس جمهور میشه. به نام خورزاده رئیس جمهور کل ریاست خارجی چی داده میشه. اگر رئیس جمهور پاک کده نیست و دور پیشش پاک. مریم سلیمان خیل از کوچه‌های افغانستان و خویشاوندان رئیس جمهور غنی است. برادر اشرف غنی میگوید او به نام خواهرزاده رئیس جمهور غنی تنها با 500 رای وارد پارلمان شده است. آرایشگری که از آمریکا به کابل آمد و با 500 رای بر چوکی پارلمان راحت و آسوده نشست. حال به نفع اصولی در پارلمان داد و فریاد میزند و میگوید رحمانی را قبول نداریم. مریم سما، شخص دوم. واقعا رابطه مریم سما با اصولی چیست؟ چرا اینقدر محکم و عصبی به نفع اصولی فریاد میزند؟ خانم سما، آیا شما از تعصب‌های فاشیستی اصولی خبر ندارید؟ اگر خبر داری واقعا چه رابطه‌ای با او داری که اینگونه صدای خودت را به نفعش بلند میکنی؟ مریم سما هم گذشته نچندان خوبی در کارنامه دارد. او یک دختر داره و همسرش را در ولایت هرات رها کرده و به کابل آمده است. میگویند مریم سما در انتخابات 400 رای آورده است و با پادرمیانی اصولی از طریق ارگ برنده اعلام شده است. بیایید سری بزنیم به بک‌گراند خانم سما. مریم سما که بیشتر مردم از طریق پرده تلویزیون طلوع با وی آشنا شدند. مریم سما برای اولین بار با سفیر بریتانیا در یک کنفرانس امنیتی در مقام ولایت هرات ملاقات کردند و این ملاقات آغاز روابط پنهانی او با سفیر انگلستان شد. بر اساس گزارش‌های ثبت شده ریاست دهم امنیت ملی، مریم در یک ماه 11 بار به سفارت انگلستان مراجعه کرده است. بعد از مدتی مریم سما از نفوذ سفیر بریتانیا در رسانه طلوع استفاده کرده و سر از این تلویزیون بیرون آورد. با همین باعث شد که مریم سما تبدیل به یک چهره مشهور شود. امنیت ملی افغانستان در جستجوی بعدهای پنهان این روابط بود که چیزی نگذشت که رد پای سازمان جاسوسی انگلیس در این قضیه هویدا شد. مهره‌های انگلیس در سازمان استخباراتی افغانستان این موضوع را با سفارت انگلیس در ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.